برنامه خبری رادیو آزادی را در آخرین هفته سال 2017 از استودیوی مرکزی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گل خوجا هستم. سلام. نخست سرخط موضوعهای 25 دکامبر. دادگاهی در ولایت ختلان تأسیس دهنده یک شاخه گروه تندروی دولت اسلامی در تاجیکستان را روانه زندان کرد. حج تنها برای افراد دارا طبق سپارش نو و سال آینده آنهایی که وضع اقتصادی خوب ندارند از ادای حج محروم می شوند. مقامات افغانستان میگویند جنگ و خونریزی وضعیت را بد کرده است و کودکان را در این کشور برای اعضای بدنشان قاچاق میکنند. تپاسکا برتا خفتن همیشه گو بده چیشان بس کردیم تو کلاممون پویم بعد از مار بیار بیا خونه و یا ریز خونه خیلی خوب. دادگاه ولایت ختلان عمر میرزویف را برای 20 سال از آزادی محروم کرده. از این ساکن 26 ساله شهر دوشنبه همچون تأسیس دهنده یک شاخه گروه تندروی دولت اسلامی در تاجیکستان نام برده می شود. حکم دادگاه 1 دکامبر صادر شده اکنون قانون شده است. دادگاه ختلان میرزویف را در تحریزی چند عملیات تروریستی متهم می کند. او در روسیه 4 مهاجر را به این سازمان تندرو شامل کرده سپارش می دهد که باغ فرهنگی کلاب، هیکل لنین و بنای شعبه امنیت و وزارت کارهای داخلی را در خراسان ترک کنند. این 4 نفر آخر سال گذشته در روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. اساسیاسیون شرکت‌های موبیلی تاجیکستان از پیامد نامطلوب قطع شدن رقم‌های NGN اظهار نگرانی کرده است. رهبر این اساسیاسیون میگوید اقدام مذکور باعث ضرر مالی شرکت‌ها و هم از دست دادن کادرها می‌شود. این هم در حالی است که شرکت‌های موبیلی قزاقستان و قرقیزستان و روسیه حاضر شدند که خالگاهی با وجود آمده در بخش مخابرات را پر کنند. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. در پی قطع شدن علاقه NGN در تاجیکستان دهها شرکت‌های موبیلی که در تاجیکستان فعالیت دارند و هم سازمان‌هایی که به واسطه به مسئله علاقه تلفنی سر و کار دارند از آن اظهار نگرانی می‌کنند که در بخش NGN شرکت‌های موبیلی دهها متخصصان ورزیده از کار می‌مانند و بیکاری باز در کشور رو به افزایش می‌دهد. غفور ارکایف رئیس اساسیاسیون شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای هر یک متخصص ساحه NGN ده‌ها هزار دلار خرج شده تا از به دوره تحصیل فرا گرفتن و هم تا فراهم آوردن تکنولوژی به کار انداختن علاقه NGN خرج شده است. و گفت که یگانه راهی که امروز باید سر روی دست گرفته شود این شروع مذاکره میان خدمات علاقه با شرکت‌های موبیلی باید باشد، زیرا افزایش بیکاری در تاجیکستان خصوصا در مسئله از دست دادن متخصصان ساحه NGN میتواند که به اعتبار تاجیکستان لطمه زند. و امروز در پی بسته شدن یا قطع شدن علاقه NGN در تاجیکستان ساکنان تاجیکستان که با نزدیکانشان چی در روسیه و چی در کشورهای اروپا علاقه با خرج کمتر دارند میگویند که علاقه با مشکل مالی روبرو شده ایستادند و خرج و صرف بر زیاد کرده ایستادند، چون که آنها با تلفن‌های معمولی پول زیاد صرف میکنند. از این رو ساکنان نیز به این فکر هستند که باید دوباره از خدمات یعنی از علاقه NGN کار گرفته شود. رو میاریم با موضوع دیگر. ظاهراً منبعث برای افراد نادار در تاجیکستان را به سوی حج بسته می شود. مسئولان بخش دین در شهر و ناحیه‌های کشور هم اکنون حق دارند درخواست اشخاص کم بضاعت را برای ادای مناسک حج رد کنند. این اقدام بعد از جلسه با حضور معاون سروزیر گرفته شده است. در این جلسه عظیم ابراهیم مسئولین در شهر و نواحی را وظیفه‌دار کرده است که هنگام بررسی مراجعات شهروندان شرایط زندگی هر یک آنها را به نوبت بگیرند. مسئولین کمیته دین میگویند این تصمیم به خاطر بهتر کردن وضع زندگی ساکنان است. قبلا مقامات رفتن اشخاص تا 40 ساله به حج را منع کردند. سالانه از تاجیکستان بیش از 6000 نفر برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می روند. در این محل در نزدیکی ریاست امنیت ملی افغانستان یک بمبگذار مرگ طلب خود را ترکانده دست کم 6 نفر را کشت. به گفته مقامات ترکیش صبح 25 دکامبر در درآمدگاه ریاست و در نزدیکی قرارگاه‌های ناتو در کابل رخ داد. در نتیجه حمله 3 نفر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. جنگ و خونریزی طولانی در افغانستان بیش از همه وضع کودکان خردسال را بد کرده است که تا حتی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند. درباره گروهی از آنها همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. این کودکان افغان را از ایران اخراج کردند و به اینجا اردوگاه انصار در ولایت هرات آوردند. کودکان افغان را قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر و یا احتمالاً فروش اعضای بدنشان به ایران بردند.
حکومت ایران کودکان را به مقامات افغانستان سپرد. 100% قاچاقبران در کنار هماهنگی کردن به شکل کتله‌ای، یعنی یک کتله 53 نفری طفل به یک بار رفتن داخل ایران، اینا نمیتونن خود به سر ببرن. چی میگن به چه مقاصدی برده میشن؟ مقاصد میتونه هر چیز باشه، هر چیز متصور از قاچاق انسان، بالاخره فروش اعضای بدن از اینا، انتقال مواد توسط از اینا، هر چیز متصور است. اما این کودکان از 7 تا 13 ساله ظاهراً نمی‌دانستند که چه سرنوشت در انتظار آنها بود. همه 53 کودک از ناحیه گلران ولایت هرات هستند. میگویند با خواهش خود و برای کار به ایران رفته بودند. بردم اینجا سه شما بردگاه نگردیشتم، بعد من رد کردم این طرف. خود ما برفتم لامارس، از این سیم خواهر که ما سن رشت مار بگیره مار چیشان رو واسه که برد به تپاسکا برد تا خفتن همیشگاه بده چیشان بس کردیم تو کلامون پای بعد از مار بیاد بیا خونه و یا ریز خونه خیلی خوب تبدین 30 تا بالام بود. نورحمت ما میرفتیم به ایران نسیم که تیر شده پلیس ایران بیامد ما رو بگرفتن تو 3 روز بر به اردوگاه بودیم. میرفتیم ایران جلو رو شیرو بود، ما رو گرفت، ادم عرض کرد لطکوب کرد روان کرد به افغانستان. حامیان حقوق بشر شک دارند که این کودکان خردسال خودشان به ایران رفته باشند. رئیس کمیسیون حقوق بشر در هرات میگوید امکان ندارد کودکان به این سن و سال چنین سفری را برنامه‌ریزی کنند و از مناطق مرزی پرخطر به ایران بگذرند. اینا قاچاقبرای انسان هستن که این اطفال میبرن. پدر مادرها با اعضای فامیل یک جا نرفتن. اینا فقط اطفال هستن که اگر شما اون مصاحبه بکنید میگه که فامیل به افغانستان زندگی میکنه، میگه که پدر مادر ما به افغانستان زندگی میکنه، پس خودش تنها برده شده بوده به ایران. این کودکان مدت کوتاهی را در اردوگاه‌های ایران سپری کردند و میگویند با آنها بدرفتاری شده است. مقامات ایران درباره ادعاهای بدرفتاری چیزی نگفتند، اما در گذشته تهران گفته است که ادعاها درباره بدرفتاری با مهاجران افغان اساسی ندارند. حالا نگاه میاندازیم به قرقیزستان. مقامات قرقیزستان میگویند که هیچ امری برای نصب عکسای رئیس جمهور سورونبوی جینبکوف در اداره‌های دولتی را ندادند، هرچند در بازارها از حال عکسای او را به فروش گذاشتند. برخی‌ها شکایت دارند که بعضی از رهبران نویه‌ها کارخانه‌ها را مجبور میکنند که با نرخ $20 عکسای پرزیدنت نو را بخرند. همکاران ما از نستایش وریم این موضوع را تحقیق کردند. مقامات قرقیزستان میگویند هیچ دستور برای فروش عکس‌های پرزیدنت ندادند و عکس‌ها را خودسرانه به فروش گذاشتند. در دستگاه ریاست جمهور گفتند هرچند عکس سورونبوی جینبکوف تصدیق شده است ولی تا حال نشر نکردند. مأموریت بعد انتخاب چهارچوب پورترت طبق درخواست کارخانه‌ها آن را تقسیم می‌کنند. اما پورترت‌های سورونبوی جینبکوف را از حال می‌توان در فروشگاه‌های زیرزمینی بیشکک و با نرخ 250 سوم پیدا کرد. ولی تاجران نمیخواهند در این باره صحبت کنند و برابر دیدن دستگاه نواربرداری پورترت ها را پنهان میکنند. تاجران برای خریداران عکس ها چهارچوب زرحلین دارند و تا 200 سوم میفروشند. برای آنهایی که عکس را خودشان چاپ میکنند مبلغ 2 برابر صرفه می شود. ولی این وکیل حزب حاکم پورترت ارزان را هم خریدن نمیخواهد. او در 2 دور وکیلیش بار هم عکس های پرزیدنت ها را در جای کارش آویزان نکرده است. қолаби акс гуногун ва гоҳо гаронарзиш мешавад. агар маъмурияти президент ба чунин хулоса омадааст пас бояд чунин бошад. در اتاق یک وکیل دیگر نیز حالا تنها پرچم و رمز دولتی آویزان است، ولی عیدا اسماعیلووا میگوید به زودی این کمبودی را اصلاح کرده یک بار پورترت هر دو پرزیدنت را در اتاقش جای خواهد کرد. чунки интиқоли қудрат ба таври осоишта сурат гирифт. аз ин хотир портрети ҳар дуяшро меовезам. با گفته اسماعیلووا در صورت تصدیق عکس رسمی جینبکوف او حتما عکس را میخرد. برای این وکیل 600 سوم پولی کلان نیست. وکیلان دیگر این موضوع را حساس دانستند و با اتاق کاریشان راه ندادند. چند پیش در جای کاری وکیل ایسا امورقلوف پورترت پرزیدنت سابق المازبک اتمبایف آویزان بود، اما حالا امورقلوف نخواست بگوید که در جای این پورترت عکس کی آویزان است.
ظاهراً او نمیخواهد پرزیدنت نو سورونبای جینبکوف و یا الماسبک اتنبایف را ناراحت کند، زیرا بیشتری ها بر اینند که پرزیدنت سابق تا حال در کشور حرف اول را میگوید. در واقع در تاجیکستان نیز اتاقهای منصبداران را بدون عکس و اثرهای پرزیدنت امالی رحمان تصور کردن مشکل است. کارشناسان چنین نمایشگاری را خاص جامعه افطاری‌تری می‌دانند و میگویند با این وسیله مقامداران می‌خواهند صداقت خود را به شخصی اول نمایش بدهند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز 23 دکبر در دوشنبه انجمن نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان برگزار شد. وکیلان حزبی که در 27 سال پیش اپوزیسیونی محسوب می‌یافت برای 5 سال دیگر رهبری خود را انتخاب نمودند. این حزب با سال 2005 بعد بازداشت و حبس رهبری سابقش محمد روزی اسکندرов وارد مشکل جدی شده در 12 سال اخیر 2 دفعه تجزیه گردید. شادمانی یتیم با تفصیلات بیشتر. اعضایان حزب دموکرات تاجیکستان در انجمن نوبتی خود دیگر باره سعید جعفر عثمانزاده را رئیس حزب انتخاب کردند. با طرفداری سعید جعفر عثمانزاده که از سال 2012 رهبر این حزب است، 69 وکیل آواز دادند. 9 وکیل دیگر از رقیب او عبدالجبار یولداشев رئیس دفتر حزب دموکرات در ولایت سوغد جانبداری کردند. حزب دموکرات تعداد اعضای حزب در حال حاضر حدود 20,000 نفر گفته می شود. مسئولان حزب در برابر حکومت خود را مخالف می دانند و معتقدند که پیشنهادهای آنها به نظر گرفته می شود. ما بغیر از اعراب گرفتن پیشنهادهای خودمون پیشنهاد میکنیم، زیرا که اعراب را همه گرفته میکنند، ولی پیشنهادی حل مسئله این جامعه هر یک حزب سیاسی است. برخی از تحلیلگران میگویند حزب دموکرات که در آغاز سالهای 90 در سرگاه جنبش استقلال خواهی تاجیکان قرار داشت و رهبران گذشته این حزب از چهره‌های سرشناس سیاسی جامعه بودند، حالا به یک حزب کیسگی تبدیل یافته است. منتقدان میگویند حزب دموکرات تاجیکستان جایگاهش در عرصه سیاسی تاجیکستان را از دست داده و پشتیبانی در بین مردم ندارد و عملاً به یک سایه دیگر حزب حاکم خلق دموکراتی تبدیل یافته است. بعضی سیاستشناسان نظر دارند که این حزب وابسته به آرمان‌های دموکراتی در جامعه بیشتر مسئولیت حس کند. موافق مقصد می بود که این حزب با در نظر داشت نامش بیشتر به مسئله های تکمیل نظام سیاسی، تحکیم نهادهای دموکراتی و تامین شفافیت در مقامات حاکمیت دولتی و عموما ارزش های دموکراتی حمایت کند و پیشگام باشد. حزب دموکرات تاجیکستان سال 1990 تشکیل شده از حزب‌های اپوزیسیونی به شمار می‌رفت. این حزب از سال 2005 بعد بازداشت و حبس راهبر سابقش محمد روزی اسکندرov وارد مشکل جدی شده در دوام 12 سال اخیر 2 دفعه پراکنده شد. سال 2013 وزارت عدلیه تاجیکستان با بحث داخلی حزبی که به 2 جبهه جدا شده بودند نقطه گذاشت و حزب را بر رهبری عثمانزاده اعتراف کرد. همان سال عثمانزاده وارد انتخابات پرزیدنتی شده رأی کم به دست آورد. وی در انتخابات ماه مارت سال 2015 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب گردید. شادمان یتیم، خورشید همدم، آزادی دوشنبه. و با این گزارش برنامه امروز را انجام می‌دهیم. برای دریافت خبر و گزارش‌های بیشتر به سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، اینستاگرام فعال است و کانال ما در آزادی ویدیو با نام یوتیوب است. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهدار.